سلام عرض ادب خدمت همکلانی ها و کسانی که دارن این ویدیو رو در یوتیوب میبینم. امیدوارم حالا دلتون خوب باشه. 100% از تایتل و عنوان ویدیو فهمیدین دیگه. جریان ویدیو چیه واسه همینم کلیک کردین روش. بدون مقدمه خیلی سریع میرم سراغ ویدیو، چون یکم انگار اوضاع نتام خرابه. سریع کار رو جمع بکنید. یه دونه فایل براتون گذاشتم، فایل نصفی، همین وی پی ان ویتورای برای ویندوز. ببینید اونو از کانالمون دریافت کنید. کانالمون هم داخل دیسکریپشن میذارم، هم داخل این ویدیو اینجایی که میبینید میذارم. اونو که دریافت و دانلود کردین به صورت رر هست فایل. باید اونو اکسترکت بکنین دیگه. قاعدتا بلدین دیگه، نخوام یاد بدم. بعد اینکه اکسترکتش میکنین یه سری دیگه نمیخواد دو صفحه بزنین نکس نصب بکنید، خودش نصب شده است. اینجا یه ویتوره میبینین، یه انم زده. یه دبل نه دبل کلیک نباید بکنین، مثلا من اشتباه اینجا یه دور چیزش میکنیم. بعد ران از ادمین سور اگه اشتباه کنم، آره اونو میزنین. بعد دیگه اوکی. آره بعد اینجور باز میشه. اگه واسهتون نیومد رو صفحه نگران نباشید، میاد این پایین تو حالا هر چی هست اسمش، یه دبل کلیک میکنید روش. به احتمال 100%، به احتمال حالا 90%، 100% زبان شینیه. و شما به احتمال زیاد خیلی بخوام مؤدبانه بشم، مؤدبانه چی میشه، خیلی گیج میشید. اینجا یه سه نقطه ای هست، میزنید رو سه نقطه. اینجا رو به زبان چینی واسه رو یه سری چی نوشتین، گزینه آخر، یعنی سه نقطه میزنید گزینه آخر. اینجا زبانه، این FAIR رو میزنید و وقتی زدید اینجا یه دور میایید میبندینش، یا خروج رو میزنید. حالا همین گزینه آخر بسته میشه، دوباره میایید رانش میکنید. این از این زبانش فارسی میشه. برای اینجا هم حالا یه محیط میشه گفت یکم سردرگم کنند. آره هستش. شما میان چیکار میکنید، یه سری کانفیگ ما میذاریم داخل کانال تلگراممون. حالا همونجا هم رو نکردیم فدا سرتون، رو هر جا بود. کانفیگ رو کپی میکنید، میاید میزنید روی این صفحه. چیکار میکنید، روی کیبوردتون کنترل وی میزنید، همون پیست دیگه. رو کپی میکنید اینجا پیست میکنید. هم اونجا میتونید، هم اینجا اگه شما اینجا گزینه داشت ها، نه اینجا گزینه نداره، همین میاد روی این صفحه کنترل وی میزنید، پیستش میکنید، یه همچین چیزی میاد. برای فعال کردنش دوبار میزنید روش، یه دونه تایید میزنید، میبینید اینجا موفقیت عملیات و اینجوری چیزا. ولی اینو که میزنید میبینید براتون کار نمیکنه و فکر میکنید من دارم زر میزنم، ولی نه. حالا میاد اینجا میزنین، یه کلیک راست میکنید رو آیکونش، میزنید تنظیم پراکسی سیستم، رنگش رنگی میشه، قرمز میشه. بعد دوباره میبینید کار نمیکنه. چیکار میکنید، این مسیریابی و رو این اولیه میذارید رو آخری، میذارید گلوبال بس میشه دیگه. حاجی همین دیگه، قرمات ویدیو رو نگاه کردی، خدا نگهدار دیگه. برو خود برو داخل 80 90 هم اینو مینویسه با موفقیت زد اون موقع بین حال وارزون. حالا وارزون حالا هر چی، هر جا میخواید برین از اون سایت، حالا هر چی دارین همه جا باز میکنین. اینجا پینگتون رو میزنه، یکم شاید پینگش بالا باشه، ولی خب چی بهتره از نرفتن بهتره. همین دیگه، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. قربونتون، ماش خدا.